خب درود به شما دوستان عزیز، روزگارتون بخیر. خب کتاب هایی که من نوشتم آمادگی آزمون برای سطح B2 هست. کتاب آمادگی آزمون برای آزمون تلک دویچ B2 هست که شما کافیه در اینترنت بزنید در واقع ابوالفضل موسوی، بعد کتاب من بالا میاد. کتاب آمادگی آزمون برای تلک B2 55 یورو هست قیمتش اگر خواستین بخرید و کتاب خوبی هست. حالا خوب نیست من بگم، ولی خب این کتاب فقط آمادگی آزمون نیست، بلکه واژگان اضافی رو من برای شما ارائه دادم، تمرینات گرامری هست و این کتاب تنها آمادگی آزمون برای شما نیست، خیلی کار فراتر و بسیار جامع‌تر. این کتاب دوم من هستش. اما کتاب اول من برای امتحان B2 OEF B2 هست که در اتریش برگزار میشه که مخفف Österreichischer Integrationsfonds هستش. اینم قیمتش 55 یورو هست در آمازون. شما فقط کافیه بزنید ابوالفضل موسوی، بعد برای شما این کتاب میاد که اینم مثل همین کتاب در واقع مثل کتاب تلک فقط آمادگی آزمون نیست، بلکه کار بسیار جامع‌تر هست و سعی کردم با این عکس ها کتابو در واقع کتاب خشک نباشه، یه خورده عکس هم داشته باشه، میبینید. و از یه جایی به بعد شما گرامر، حالا اینم آمادگی آزمون هست، از یه جایی شما فقط گرامر میبینید، یعنی از اینجا entscheidende Grammatik, die auf dem B2-Niveau zu können ist. خب با این دو کتاب در خدمتتون هستم. مشخصا کتاب های بیشتری خواهم نوشت. ببینید هدف من این هستش که برای هر 6 سطوح برای شما من کتاب آمادگی آزمون بنویسم، OEF, OSD, تلک و گوته. میخوام یک کتاب بنویسم به اسم 500 گفتگوهای موقعیتی. مثلا شما میخوایم برید بیمارستان، در واقع چه چیزی بایستی بگید؟ من در واقع برای شما گفتگوهای موقعیتی می‌نویسم. مثلا میخوایم بریم BFA، میخوایم بریم مثلا نمیدونم پیش پلیس فرض مثال، چی بگید؟ در واقع گفتگوهای موقعیتی. یکی از پروژه های بزرگم این هستش که در واقع دیدید مثلا میخواین مثلا آتسوای بخونید، کتاب منشن هست، شقیقه اینترنشنال هست، میخوام در واقع از خودم یک منبعی بشم، مثلا دویچ mit ابوالفضل A1، یعنی از فورشتوفه یعنی A0 A0 تا C1 یا C2. این پروژه یا این هدف بسیار بزرگ و بلند مدت هستش و به خاطر همین وقت زیادی میگیره، اما سعی میکنم تا ببینید آمادگی آزمون A1 تا C2 4 تا مؤسسه یعنی OEF, OSD, گوته و تلک، این هدف اول من هست، هدف میان مدت هست. بعد کتاب گفتگوهای موقعیتی میاد، این هدف دو، و بزرگترین پروژه و بزرگترین هدف همون کتاب در واقع کتاب از فورشتوفه تا C2 که 6 جلد کتاب خواهد بود. گفتگوهای موقعیتی هم برای خودش 3 جلد یا 4 جلد، تقریبا یک 10 جلد کتاب من خواهم نوشت.
خب امیدوارم که حالتون خوب باشه. با این کتب در خدمتتون هستم و بله تا ویدیوهای بعدی درود به شما.